أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث از عایشه مادرمان رضی الله عنها روایت شده است. شماره حدیث در کتاب بخاری 1032 می باشد. عایشه مادرمان رضی الله عنها میگویند ان رسول الله صلی الله علیه و سلم كان اذا رأى المطر قال صیبا نافعا. عایشه مادر ما میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که باران میبارید میگفتند که در دیگر لفظ های حدیث آمده است که اللهم اجعله صیبا نافعا، پروردگار را این باران را بارانی فایده نگردان. زیرا بعضی باران هایی است که انسان یعنی از او فایده نمیگیرد، یا که هلاکتی همین دیار می شود، سیل می آید و خانه ها منزل ها را هلاک می گرداند. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم می گفتند که اللهم اجعله صیبا نافعا، این باران را بارانی فایده‌ناک گردان. انس ابن مالک می گویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که باران می بارید گاهی می برآمدند لباس خود را یک جانبش را می کشیدند تا که از باران برخوردار شود. وقتی که پرسیده شود که برای چی شما ای رسول خدا چنان کرده ایستادید، می گفتند که لانه حدیث عهد بربه تعالی، این باران برای آن یعنی او را الله آفریده است، نو آفریده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم بعضی کارها رو میکردند اما پیروانشان را امر نمیکردند. بنابراین بر ما مشروع نیست که ما چنین بکنیم. ما گفتیم باران رحمت است و باران غضب است که و نوح علیه السلام و قومش کافران را وقتی که باران میبارید با باریدن باران غرق گرداند دیاری نوح علیه السلام را. پیامبر میگفتند اللهم اجعله صیبا نافعا، پروردگار این باران را بارانی فایده‌ناک گردان. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم ابو هریره میگن که پیامبر گفتند لیست السنة بان لا تمطروا، خشکی قحطی این نیست که باران نبارد، بلکه ولکن السنة ان تمطروا و تمطروا ولا تنبت الارض شیئا. اما خشکی قحطی همانی است که باران بارد و چیزی نروید. در حقیقت وقتی که به بعضی دیارها باران میبارد اما چیزی نمیروید، این را قحطی میگویند. قحطی نیست وقتی که باران نمیبارد، قحطی است. قحطی اساسی همان قحطی میباشد که باران میبارد. در همه جا باران میبارد، باران بسیاری، ولیکن چیزی نمیروید. این یکی از قدرت های الله می باشد که با وجود باریدن باران برکه ای نیست، اما در بعضی مکان ها بارانی کم می بارد، خیلی کم، چیزی می روید. ما بگوییم که اللهم اجعله صیبا نافعا، یا بگوییم که مطرنا بفضله و رحمته، بر ما الله باران را داد به فضل رحمتش. این بود شرح مختصر این حدیث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.